ماما خال بیکه بود نبود یک پادشاه بود. سه پسر داشت پادشاه. دو پسرش از زن کلانیش بود و یک پسرش از زن خرده‌اش. پسرهای کلانیش را دوست می داشت او و پسر خرده‌اش رغبت نداشت. جوانی رنگ پریده نظرناگیر بود پسر خرده‌اش. یک روز پادشاه به وزیرش گفت که می خواهد دو پسر کلانیش را خانه‌دار کند. چی مصلحت می دهی؟ پرسید پادشاه از وزیر. وزیر گفت همین خیل کنید که پسرانتان خودشان به خودشان زن یابند. اگر کس به خودش زن یابد به آن زن مهر می بندد. برای چی؟ پرسید پادشاه. برای آن که زنی با غیرت خود یافتگی یک عمر به نظرشان شیرین می تابد. پادشاه باز پرسید با چی راه پسرهایم خودشان به خودشان زن یابند؟ وزیر راهش را گفت. پادشاه گپی وزیر را گرفته به دستی پسرهای کلانیش یکتاگی کمان و یکتاگی تیر داده گفت به کجا دلتان خواهد به همان طرف پرانید. تیر پسر کلانی پریده رفته بر روی حولی حاکم شهر افتاد و تیر پسر میانه به حولی قاضی. این زمان وزیر و پادشاه دیدند که پسر خرده گردن کج کرده و آب دیده ریخته در ته دیوار نشسته است. به او رحم وزیر آمد و گفت پادشاه هم رحم کنید، دل جوان را نرنجانید، هرچی باشد هم او به شما فرزند است. پادشاه با دل ناخواهم به ندیمانش فرمود که یک کمان شکسته و یک تیر زنگ زده آورده و دستی پسر کنجش دهند. پسرک کنجه کمان را گرفته تیر جا کرده به طرف آفتاب شینم پراند. تیر بلند پریده رفت و در اوج آسمان غیب زد. پادشاه به او گفت از پسی تیرت رو، هر کجا افتاده باشد آنجا دختر پیدا کن و گرفته بیا، نکاح کرده می دهم. پسر تن من و تقدیر من گفته به طرف آفتاب نشین نگاه کرده رفتن گرفت. در چولهای و بیابان هیزنان و تیزنان با لبی تشنه و شکمی گشنه ها یارم ها جانم تیری به هوا رفته را از کجا میابم گفته 3 شب و 3 روز راه گرفت. رفت از پیشش یک حوض کلان برآمد. رفت به لب حوض و قورباغه را دید و در دهان آن همان تیر پراندگیش را زیق شد به حدی که از چشمانش قطره های اشک ریختند. چه تقدیری داشتم من که تیری با 100 آرزو پراندم به آب افتاده است و قورباغه به دهان گرفته است. گفت او به خود. تیر را از دهان قورباغه گرفت و عقب گشت و از پس سر آوازی را شنید. ای پسرک، برای چی از تقدیرت می‌گریزی؟ گشته نگاه کرد، کسی را ندیده حیران ماند. باز صدا برآمد حیران نشو، مرا به خود بر، تو تقدیر من تقدیر تو. ذهن مانده گوش کرد که قورباغه گپ میزند. ای قورباغه وق وق، اگر تو تقدیر من باشی و من تقدیر تو مجبورم که با خود برم. گفته قورباغه سرد و تر را برداشته و بغلش انداخت و سوی وطن راه پیش گرفت. او را در راه بیمانیم و از پسران کلانی پادشاه گپ زنیم. پادشاه از آن که تیر پسر کلانیش به حولی خاندانهای بابرو حاکم و قاضی افتاد خرسند شده خواستگار فرستاد. حاکم و قاضی خواستگاران پادشاه را با ممنونیت استقبال کرده از آن که دخترانشان به پسران پادشاه میرسند خرسندی کردند. بعد توی و تماشا شد. 3 روز رسا از پگاه تا بیگاه مردم آش خوردند و تماشا کردند و سرود و موسیقی شنیدند. در دوام توی پسر خردی به خاطر کسی نرسید و از آن راه دور فقط در روز 7 رسیده آمد. کسی به جوانی در بغل قورباغه اعتبار نداد. شرمید و رنجید و با دل ریش ریز از شهر برآمده بیرون رفت در میان دشت باز ایستاده به خیال رفت. تو شرم کرده از شهر برآمده به جای رسیدی که کسی تو را نمی بیند و به حال تو نمی خندد. شرم نکن، در این دنیا نه هر کس را چیزی به تو مناسب می شود. گفت به او قورباغه. پسر خردی نمی دانست در جواب این چی سخن گوید. پایهایش ناگاه لته شدند و در جای ایستاده‌اش نشسته ماند. گرسنه ماندی؟ گفت قورباغه. بیمدار شدی؟ ها، گرسنه شدم، بیمدار شدم. به تو چی؟
خشمگین شده گفت پسری خردی به من چی میگویی؟ صدا برآورد قورباغه. تو گرسنه مانی، من عذاب میکشم. پسری خردی در جواب این گپ ای وای بر حال من گفته خندید. چرا تو برای من عذاب میکشی؟ پرسید او. چون که من زنی تو هم، گفت قورباغه. پسری خردی آهی به درد کشید. آه مکش، پس نگر. با صدا داد قورباغه. پسری خردی به پسش نگاه کرده شاه صوفه دید که بالایش قالین و قفس و گلدار و رویش گربچه های بخمل و شاهی گسترده شده بود. چناری عظمتی برای آن سایه قفس پهن کرده. رفت نشین، هرچی خواهی پیشت پیدا می شود، فرمود قورباغه. برابری رفته روی صوفه نشستن پسری خردی، پیشش دسترخوانی و بالای دسترخوان انا کپک بریان و نانهای گرم و خوشروی، انا سمبوسه و سیخ کباب و انگور و سیب و کوزه های پر از شربت. پسری خردی که چند روز این طرف چیزی به دهان نگرفته قورباغه سرد و تر را به بغل انداخته گشته بود، همه را فراموش کرده و چشم از دسترخوان نکنده خورد و وزنین شد و مجالی از جای جنبیدنش نماند. او پهلو زده فکر کرد اینجا سیری هست. اگر همین خیل نباشد این شاه صوفه و قالین و کرپچه های و این همه ناز و نعمت از کجا پیدا شد؟ بعد سخنان قورباغه به یادش رسید. دلش سیاه شد. این قورباغه زنی او بوده است. ای وای بر حال او. باز آهی به درد کشید او. تو غم نخور، گفت قورباغه. در این دنیا از زنی تو زیباتر زنی نیست. فقط خواهر من ماما دوربیکه در زیبایی میتواند به زنی تو برابر شود. نام زند ماما خالبیکه. پریزاد است. او دختری پادشاه پریها. مکان آنها پس کوه قاف. پسری خردی به هیجان آمده گفت کنی آن زنی که اینقدر ستایش کردی. صبر کن، به طاقت نشو، گفت قورباغه. اول منزل آباد کن تا که زن پناهگاهی داشته باشد. زندار شدن میخواهی و فکر نمی کنی که برای هر خاندان جاه و جلال در کار. این گپ حق است و راست، گفت پسر خردی، لیکن در بیابان بی آب و بی گیاه. پس چطور میتواند جاه و جلال بنیاد کند؟ قورباغه گفت به طرف چپ نگر. در پس آن کوه که میبینی دهه هست. برو به آنجا، مردان دهه را جمع کن و به اینجا دعوت کن و همراه آنها قصر بساز. فکر کرده ماندی؟ پروا نکن. همه‌شان حق زحمتشان را 2-3 مراتب زیادتر میگیرند. پسری خردی دیگر چیزی نگفته به سوی قاف رفت. به سوی کوه رفت و مردان زیادی را گرفته آمد که هر چیزی برای ساختمان لازم است مهیاست. به اینها راهبر شو، حرکت کن. قصر تو از قصر پدرت بهتر شود، فرمود به او قورباغه. خلاصه در مدت کوتاه قصر بنا شد که از قصر پادشاه مملکت بزرگتر و محتشمتر و زیباتر بود. پسری خردی خرسند بود که به بنیاد چنین قصر میان بست و آستین برزده راهبری و اشتراک کرده حصه گذاشت. دیوار برداشت، به نقش و نگاری در و تریزه ستون و خانه ها شرکت ورزید و لذت زحمتکش ها و دیدن ثمره کار خود را احساس نموده شادکام شد. قورباغه به قصر در آمده از نقاب بیرون شد و این لحظه قصر پر نور گشت. پسری خردی پیش خود دختری را دید که یک روی آفتاب و یک روی ماهتاب. چشمان کلان کلانش برق میزنند، زلفان جنگلش سیب سیاه، قد و قامت موزونش عجب دلربا. قریب بود که بیهوش شده افتاد. دختر از دستش گرفته به کلانترین و زیباترین اتاق قصر وارد شد. آنجا 2 ملا منتظر بودند. خطبه خوانده آنها را نکاح کردند. پادشاه یک سحری از خواب خسته دید که در بیرون شهر، در آن جایی که بیابان بی آب و گیاه بود، یک قصر بنا شده است. سرش به فلک دکه میخورد. دید و در حیرت ماند. یا الها، این چه باشد؟ چند روز پیش آنجا هیچ چیز نبود. حالا این خیل قصر بزرگ و زیبا از کجا پیدا شده است؟ به نوکرانش فرمود که رفته بینند صاحب قصر کی و چه کار است. آدمیزاد است یا پری؟
دشمن است یا دوست که در قلمرو او این خیل قصر بزرگ بنا کرده است. نوکارانش آمده دیدند که همان پسر خرده پادشاه آنجا و یک قورباغه، دیگر کسی نیست. برگشته واقعه را به پادشاه نقل کردند. پادشاه به عسکرانش فرمود که قصر را ضبط کرده پسرش را نانند. لیکن وزیر کهنسال گفت: ای پادشاه عالم، اگر این خیل کنید مردم میگویند که این پادشاه هیچ پادشاهی نداشته است، فرزندش را در بیرون شهرش همراه نمیدهد. این کار را به شأن خود روا نبینید. پادشاه گپی وزیر را گرفت و به جاسوسانش فرمود که رفته زیر قصر را فهمند. جاسوسها چند روز پاییده گشتند، هیچ چیز را ندیدند. یک روز پسر به شکار رفت. ماما خالبیقه سر می‌شست که جاسوسها او را دیده ماندند و همان زمان بیهوش شده افتادند. بعد چند وقت به هوش آمده پیش پادشاه رسیده گفتند که ای پادشاه عالم، در این قلعه دختری دیدیم. ماهی 14 روزه هوش از سرمان پرید. دل پادشاه لرزید، به فکر بد افتاد و یک کمپیر مکار را آورده به وی فرمود که تدبیر جوید تا قصر و دختر نیست و نابود شوند. کمپیر رفت و در سر راه پسر خرده را نگران شد. بیگاهی پسر از شکار برگشت که کمپیر را دید. بلای آغشته رحمش آمده او را گرفته به خانه‌اش آمد. ماما خالبیقه به شوهرش گفت: این کمپیر مرا از تو جدا میکند. شوهرش باور نکرده گفت: خاطر جمع باشید، تمام عالم برخیزد هم کسی من را از شما جدا کرده نمیتواند. از بین 1 ماه گذشت. یک روز کمپیر به پسر خرده گفت: تا کی زند روز قورباغه و شب آدم می شود. نازیب است که تو پسر پادشاه باشی و زند قورباغه. نقابش را به الاف پرتاب، دیگر قورباغه شده نمیتواند. شب و روز ماهی شب 14 شده در پیشت میشیند. بچه گپی کمپیر را گرفت و یک روز نقاب زنش را گرفته به الاف پرتاب. ماما خالبیقه وه کاری خطا کردی گفته کبوتر شده پریده رفت. همین لحظه قلعه هم نیست شد. پسر خرده چند روز منتظر شد، از ماما خالبیقه درک نشد. باز تن من و تقدیر من گفته های زنان و تای زنان به چولهای و بیابانها، به لب تشنه و شکم گرسنه. های یارم، های جانم، ماما خالبیقه ام را از کجا یابم؟ گفته رفتن گرفت. 3 شب و 3 روز راه گشته به لب یک چشمه رسید. دید که در آنجا یک کپه راست ایستادگی و پیشش گلزار، یک مویسفید 70 ساله در بین گلها نشسته است. مویسفید دید که جوانی از راه دور خسته و بیمدار شده آمده است. نان و خربوزه آورد. جوان خورده کمی قوت گرفت. بعد مویسفید از وی پرسید: تو از کجا هستی؟ به این جاها برای چه آمدی؟ پسر خرده سرگذشتش را از اول تا آخر گفته داد. مویسفید گفت: این خیل باشد بدان که به هر دوی آنها عاشقم، هم به ماما دوربیکه و هم به ماما خالبیقه. 4 سال می شود که با آرزوی دیدن روی آنها اینجا گلزار کرده پاییده نشسته ام. آنها به سیر گلزار می آیند و من جمالشان را دیده گل گل می شکفم. خیر، تو که اینقدر عذاب دیده باشی، من یک راه نشان می دهم. تو رفته یک کپه ساز کن و در درونش در آمده ایست. آنها که آمدند پوف پوف بوی بنده خاکی گفته اول به زمین نمی فرویند، بعد به گرمی طاقت کرده لباسهایشان را نتوانسته لباسشان را می کشند و به آب می درآیند. انا همین وقت تو لباسهایشان را گیر و گریز. بعد ماما خالبیقه به حق هیکل دست راستم که به پیش گشته می آیم گفته قسم می خورد تو لباسهایش را نده تا وقتی که به حق هیکل دست چپم نگوید. پسر خرده گپ مویسفید را به گوشش گرفت و به لب چشمه آمده از کپه ساخته به درونش در آمده نشست. یک وقت زنش همراه خواهرش آمده پوف پوف بوی بنده خاکی گفته اول به زمین نفرآمدند، بعد به گرمی طاقت نکرده مجبور شدند که فرآمده لباسهایشان را کشیده و آب درآیند. به آب در آمده بودند که پسر خرده از جایش خسته لباسهایشان را گرفته گریخت. زنش درستکه نگاه کرده او را شناخت و به حق هیکل دست چپم که به پیشت گشته می آیم گفته قسم خورد. بچه لباس وی را آورده در جایش ماند و خودش به
کپه در آمد. ماما بیکا لباسش را پوشیده. اکنون من در اختیار تو گفت. شوهر گفت اگر در اختیار من باشی دیگر قورباغه نمیشوی. نمیشوم گفت زنش. نقابم را سوختی. چه خیل من قورباغه میشوم. بعد زن و شوهر پیش پادشاه آمدند. ای پدر گفت پسر به پادشاه من با امر شما تیر پراندم و از پسش رفته تیر را در دهان قورباغه دیدم. نصیب من همین قورباغه بوده است. گفته به بغل برداشته آزار نداده گشتم. قورباغه پریزاد بوده است. نکاح کرده گرفتم. شما به من پدر می شوید. اکنون قرض پدریتان را ادا کنید. پادشاه پرسید چی کار کنم که قرض پدریم ادا شود؟ توی کنید به مردم آش دهید. توی کلان برپا شد. 40 شب و 40 روز دوام کرد. 40 شب و 40 روز مردم در آتشدانهای خود علو نکرده آش پادشاه را خوردند. مویسفیدان در حق پسری خردی و زنی پریزادی در حسن جمال به همتای او دعا کردند همیشه از دیدار یکدیگر شاد باشند، عمری دراز بینند. دعای مویسفیدان مستجاب شد. آنها همیشه از دیدار یکدیگر شاد بودند، عمری دراز دیدند. شما هم همیشه شاد باشید و عمری دراز بینید.